سلام بچه ها، این داستان خرگوش و لاک‌پشت. در جنگلی سرسبز و زیبا انواع حیوانات در کنار هم زندگی می کردن. در میان آنها خرگوش کوچولو حیوان زرنگی بود که به دویدن علاقه زیادی داشت. برعکس خرگوش که بسیار تند و با سرعت می دوید، لاک‌پشت خیلی آرام و آهسته راه می رفت. خرگوش همیشه در مورد سرعت زیادش با بقیه حرف می زد. یه روز از لاک‌پشت خواست تا با هم مسابقه بدن. لاک‌پشت هم گفت قبول می کنم. لاک‌پشت می خواهد با خرگوش مسابقه بدهد. با شنیدن این خبر همه حیوانات جنگل با همدیگه برای تماشای مسابقه اومدن. قبل از شروع شدن مسابقه خرگوش به لاک‌پشت گفت نباید پیشنهاد مرا قبول میکردی دوست من، چون مطمئنم که در این مسابقه برنده خواهم شد. زرافه با صدای بلند گفت آماده، شروع، حرکت. مسابقه شروع شد و خرگوش با سرعت دوید و از جلوی چشم آنها دور شد، در حالی که لاک‌پشت آهسته راه می رفت. خرگوش به عقب نگاه کرد و از دیدن فاصله زیاد خودش و لاک‌پشت با خوشحالی خندید. کمی آن طرفتر خرگوش جایی دراز کشید تا کمی بخوابد و با خود گفت با خوابیدن من هم این لاک‌پشت بیچاره نمیتواند به من برسد. وقتی خرگوش خوابید، در خواب دید که برنده مسابقه شده و خیلی خوشحال است. لاک‌پشت آرام به راه خود ادامه میداد و بالاخره خرگوش رو پشت سر گذاشت. ناگهان خرگوش از خواب پرید، به مسیر نگاه کرد و لاک‌پشت را دید که از او جلو زده و به خط پایان مسابقه نزدیک است. لاک‌پشت آرام آرام به خط پایان نزدیک شد و خرگوش نتوانست به او برسد. لاک‌پشت از خط مسابقه گذشت و برنده شد. خرگوش از اینکه مسابقه رو باخته بود ناراحت بود، ولی فهمید که نباید مغرور باشد. خب بچه ها، از این داستان نتیجه چی گرفتید؟ تو کامنت ها بنویسید. خدا حافظ.